بفرمایید شما من یه نمره بدم. به کاپوچینو؟ به کاپوچینو؟ آره والا 110. هر کی جامعه بود داداش اصلا نمیتونست موزیک بده. نه خدایی از من نسبت قدرت کار دیگه از 100 بهت خوب بدم یا کم بدم؟ هر چی دوست داری بده. من نداده بودم تا حالا این سبکی. 70 میدم. 60 بین 60 تا 70. آفرین شد. یعنی به نظر من تو من 110 میدم. تو که بحث جداست. تو که بعد یه چیزی هم بهت بگم. خب همه یهو اومدن خالی کردن پشت ما داداش. من تنها این موزیکو دادم بیرون. فقط من و دنیا بودیم. یعنی هیچ کس کمک نکرد. خب بذار یکم بحث جنجالی بکنیم. دیروز من دنیا دیدم توی استوریاش سری رو تهدید کرد. بله داداش ما پاش بیفته عملا میکنی. تهدیدی بابا، تهدید مجازی، الکی نگو. خب؟ نه واقعیه تهدیدای من. خب برای چی؟ مثلا چیکار کرده بودن؟ آخه ببین زنگ میزنن انرژی منفی میفرستن، چرت و پرت میگن. تهدید نمیکنن، اصلا در حدی نیستن که تهدید کنن، ولی چون زنگ میزنن به این افرادی که حالا ما باشون کانکشن داریم بعد حرفای خنده‌دار میزنن و حالا اگه دوست داری بگم چی میگن. خب بگو دیگه، راحت باش بگو. مثلا خودی قشنگ خود اسم آوردی دیگه، هادی و مهدی حسینی چی میگن؟ ببین خب چون البته من اینا رو درک کنم، چون هنوز قبول نکردن که همچین اتفاقی افتاده، هنوز نمیتونن این قضیه رو هضم کنن. بالاخره مثل این میمونه که مثلا شما یه بانک داری، بعد بانکت ورشکست میشه، میدونی چی میگم؟ خب این طبیعیه که بعدش بخوای مثلا بگو کار دارم، میخوام یه حرکتی بزنم کرکوپر یه جماعتی تو لایو بریزه. خب چیه میخوای زنگ بزنی لود به اونا؟ متاسفانه جواب نمیده. نکن. میخوام آقا، نمیشه یه طرفه که نمیشه. منم میخوام بیاد بالا. من الان دارم زنگ میزنم به هادی حسینی به عنوان کسی که شما اسمش آوردی. نمیاد، ممنوع کار میشه بیاد بالا. برای چی ممنوع کار میشه؟ با من میخواد صحبت بکنه، با شما که نمیخواد صحبت کنه، با من میخواد صحبت کنه. خب رد کرد متاسفانه. هادی جان نمیاد عزیزم، میگم نمیاد. مطمئن؟ خب مهدی حسینی من زنگ میزنم ببینم میاد یا نه. نمیاد. به نظرت از کجا انقدر مطمئنی نمیاد؟ آخه دردسر میشه. چه دردسری؟ نباید بیان تو لایو. من الان دوستان من زنگ زدم به خاطر اینکه دنیا راجع به اینها صحبت کرد الان توی لایو. زنگ زدم به هادی حسینی. من راجع به اونا صحبت نکردم. تو پرسیدی که چرا دیروز تهدید کردی؟ من کاری استوری هم گذاشته بودی. الان من خواستم هادی حسینی بیارم بالا جواب بده، ولی گویا جواب نمیده. البته میدونم لایومو میبینم 100%. آخه جوابی ندارم بدن، چون حرکتی که دارن میکنن کاملا غیر منطقیه. چه حرکتی؟ میشه یکم واضح تر؟ یعنی چی اسم مهراد جمال منه، حق نداری با این اسم کار کنی؟ اصلا این چیز خنده داره. و اگر که یه ذره مطالعهشون رو بیشتر کنن ایشون فهمن که اصلا نباید همچین جمله رو، مخصوصا وقتی تو کشور ایران هستی که هیچ چیش سندیت نداره متاسفانه. درسته. و کپی رایت و این داستانا یه ذره خوشگل شد. این افکت‌ها رو خب آره دیگه کپی رایت اسمو داشتیم. آخه جلوی من و 4 تا آدم بزرگی که سال هست کمپانی دارن نباید همچین ادعاهایی بکنن، چون واقعا خنده‌مون میگیره. خب ببین یه چیزی بگم، من واقعا این وسط به همون اندازه که مهراد دوستمه، خودش میدونه که من خیلی لطف دارم، میگم ارادت دارم بهش و دوستش دارم. هادی و مهدی حسینی هم دوستای خوب منن. خب قطعا خود مهراد این قضیه رو میدونه، اما خب شاید دوستای 13 ساله خود منن. اون موقع که مهراد سریال چایشون رو داشت باز میکرد اونا دوستای من بودن. خب ببین دیگه شمشیر رو براشون بستی یا رفیقاتن هواشون. من شمشیر نبستم، من دارم از حق یک انسان دفاع میکنم در جایگاه خودم. بسیار عالی. ولی خب شاید یه قراردادی بوده، یه چیزی بوده بستن که این یک برندی هستش که در اختیار مثلا برادران آقای حسینیه. من اینجوری
کنم. حالا مهراد خودش بهتر میدونه، من نمیدونم قراردادی امضا کرده نکرده، آیا این یک برند بوده یا نبوده رو من نمیدونم. خب برای همین من دوست داشتم به هادی عزیز بیاد بالا و صحبت کنه، این قضیه رو یه بار برای همیشه دعواشو حل کنیم. خب من نمیتونم بیام بالا چون تو ایران دارم فعالیت میکنم. چه اشکالی داره به حالی که خواننده هاشون از کشور خارج شده و تحت کنترلم. راجع به اون شخص صحبت کردم، فکر نمی‌کنم کار اشتباهی. حرفایی که الان زدی از کجا آوردی؟ کدومو؟ همینایی که الان گفتی مهراد جان برند فلان بیسار، کی بهت گفت؟ من این میگم فکر میکنم اینطوریه، من اصلا جایی نشیدم. خودش خودت که میدونی تو دوست خب گلم. دیگه آقا من یه توضیح بدم. من میخوام بدونم که داستان چه قرار بوده. داستانو من قرار بود یه جای دیگه توضیح بدم. ببین، الان ما لایو گذاشتیم مثل همه جای دنیا. خب من خواهی توضیح بدم الان دیگه نگیر اونا رو. نظرم نه دیگه نمیگیرم، تموم شد. من دیگه زنگ زدم جواب ندادن، دیگه نمیگیرم. مثل همه جای دنیا، نمیگم فقط توی ایران این اتفاق میفته، توی همین ترکیه هم همه چی یه سیستم حالت مافیایی داره. یعنی مثلا یه نفر که میخواد معروف شه، حالا چه خواننده است چه بازیگره، باید از این سری مراحل بگذره. توی ایران موسیقی ایران دست کیه؟ دست این گروه، حالا آقای مسعود جهانیه، این دو برادر هستن و چند تا آدم دیگه، خب که نمیخوام اسمشون. خب خیلی از جوونا، اونا که دوست مثلا خیلی دوست دارن معروف شن، خیلی واقعا صداشون خوبه دوست دارن خواننده شن، خیلی استعداد بازیگری دارن دوست دارن وارد سینما بشن و هممون میدونیم که شرایط این که تو بخوای مثلا معروف شی و همه تو رو ببینن یه ذره سخته تو ایران و چه مراحلی رو باید طی کنی. خب من نمیخوام قضاوت کنم چون که توی اون محیط نبودم و زیاد نمیشناسم، ولی این چیزایی که این تایمی که با مهراد دوستم رو دیدم از نزدیک با چشای خودم، اوکی اینا میان کمک میکنن، حالا یه کسی که استعداد داره دیده میشه. خب ولی به چه قیمتی میان یه قراردادایی رو تنظیم میکنن، یعنی 99-1. یعنی قراردادی با تو حالا نه دیگه نمیپرسم چون قراره توی جای دیگه این صحبت رو بکنیم. ولی تو فکر میکنی که حق مهراد ضایع شده بود توی ایران، درسته؟ ببخشید من اینو میگم، واقعا عذر میخوام اینو میگم، اصلا ممکنه الان از دست من ناراحت شه. من دنیا جهانبخش 6 ماه با دوست پسرم نان استاپ ویدیو کال میکردیم، با همدیگه شب پشت ویدیو کال میخوابیدیم و به نظر من در شأن مهراد جمع با 10 تا موزیک هیت که داده و 2 بار استیج کرده این نبود که رو مبل بخوابه. واقعا مهراد رو مبل میخوابیدی؟ من این سری حرفا رو گفتم نزدم تا الان. افتخارم اصلا انقدر ربطی نداره. بزرگ روحش و قلبش اصلا ناراحت نمیشه من الان اینا رو میگم. ولی من به عنوان کسی که دوست داره مهرادو و میدیدم ماشینای اینا روز به روز مدلش میره بالاتر و حتی مثلا یه خونه اجاره نمیتونم که خیلی چیز دارم بگم، یه چیزی بود به عنوان خونه که حالا پارتی‌های شبانه اونا که خود مهراد اصلا نمیرفت اونجا. خب ولی یه چیزی که یه محیط پرایوتی که توی اتاق توی استودیو اینجا، یعنی سیستمشه این پشت یه دونه کاناپه بود که مهراد روی اون میخوابید. خب رو اون مبل غذا میخورد، رو اون مبل میخوابید، بالا سرش هم 10 تا دوربین بود. خب معلومه فرار میکنه، تازه فرار نکرده، نمیخواست بمونه، دست من خورد عکس رفت و موند. یعنی خب دنیا خدای اون عکسی که منتشر شد از هم بود یا از به ارواح خاک بابام دستم خورد. چمدون مهراد و خودم بسته بودم، جمعه پرواز داشت که برگرده. درست. من یه ذره شراب خورده بودم. خب بعد همین نشسته بودیم و اینا، گفتم
از عمد بود یا از قصد بود؟ هیچ کدوم. نه یکیشو گوش انتخاب. کن، عین حقیقت. اگر که دوست دارید باور کنید، دوست ندارید باور نکنید. خب من حقیقت رو میگم. نه خب من اینجوری خوابیده بودم. این چرا اینجوری میشه؟ آقا یه نفر این پایین گفته چرا خودش حرف نمیزنه؟ من حرفامو یه جای دیگه میزنم. قرار خودش این رای به منه شو. این چرا هیچ میره؟ میخواد یه حرکت برات بزنم اسمی. خب من الان عین اون شب و واسه شبی آقا جان اینجوری من خوابیده بودم، اینجوری مهراد نشسته بود رو مبل، منم اینجوری به جون مامانم یهو بهم گفت ببین الان اگه دستم بخوره کیمیا با فاروق دوستای صمیمی منم روبرومون هیچ تو هتل بودیم، نشسته بودیم، شب آخر بود، ناراحت، شب خدافظی که مهراد میخواد برگرده و من یه حسی بهم گفت این سری که مهراد برگرده چرا اینجوری میشه؟ هی نور گوشیم میره. تصویرم هی بریده طوری شده فکر کنم. خب حالا ادامه بدید کج داره مریض رو هم بریم جلو. خب الان اوکیه؟ اوکی یه مقداری بریده است، تصویر خب سعی می‌کنیم که حلش بکنیم قضیه رو. خب یعنی چی از کجا بریده است؟ از اینجا بریده است؟ خب آقا جان خب این گوشیه. خب بگو. خب داشتم گفتم مهراد ببین آدم مثلا با یه دونه اکثرم داشتم ادیت عکس نبود، بوم رنگ بود، داشتم تو نگاه میکردم توی گالری بودم، داشتم فکر کن رو صفحه بود، بعد اینجا این پایین دوتا گزینه میاد که یکیش زده سند تو، یکیش هم اینجا عکس خودتو با فیسبوک. خب بعد من اون لحظه که حالا یه ذره الکل خورده بودم تو ذهنم این بود که الان من انگشتم بره اینجا میره تو اون حالتی که دوباره از من میپرسه تو فیسبوک هم میخوای بذاری یا نه، یه دفعه نمیره تو استوری. دقیقاً. بعد به شوخی اینش که مثلا مهراد فکر کن من با یه انگشت مثلا انگشتم بخوره زندگی تو از بین میره. خورد انگشتش من تو اعتقاد داشتی که اگه انگشتت بخوره زندگیش از بین میره؟ گفتم بکن با یه انگشت و یه کلیک، دقیقاً شدم با یه انگشت و یه کلیک تق تو زندگیت تو بدبخت میشی. یه همچین جمله گفتم. خب بدبخت منظورم این بود که حالا دیگه نمیتونی بری ایران. مثلا بری میگیرن تو این داستانا، نه به خاطر کارش. درست. خب به خاطر مثلا که گفتم چرا بخیر من دونه جان وقتم که تو رو با من ببینن خب برات بد میشه. 6 ماه ملاقات با دو اوی انگشتمو که زدم رفت. من گفتم مهراد من این عکسو نفل داشتم. هنوز لود نشده بود. مهراد ایش کرد اینترنت تو قطع کن، نه اینقدر با چیز نگفتم. خودت تو قطع کن دیگه الان. آره خدا وکیلی خیلی ریلکس بود و منم مثلا مجبور شدم انقدر این خیلی مارمولکه بهتون بگم میندازه تقصیر من ولی خودش هم آقا تقصیر کار. آقا ما یه چیز داریم، یه ویدیو داریم آپلود میکنم 10 دقیقه دیگه. روز اولی که اومده بودیم با ماست. گوش کن حالا میگم بهتون داشت هنوز لود میشد، کامل نشده بود. من نتمو اینجوری کشیدم پایین، کلن اینو زدم، همه رو زدم خاموش کردم. خب اینجا متوجه شدم. خب گفتیم خب دیگه خوشحال شدیم، گفتیم نرفته تا خلاصه اومدم دوباره نتمو بس کنم برم تو اینستاگرامم دیدم 2-3 دقیقه است که اون بالاست عکس. حالا دوستان اگر اون عکسو ندیدن منظورشون این عکسه بوده دیگه. بله آره بومرنگ بود. عکسم نبود بومرنگ بود. آره خب بعدش دیگه من که یه دفعه اینجا گرفته بودی و اینا دیگه شیطنت بازیای بعدش. نه بعدشو ول کن. همون لحظه حالا من که خیلی بد شد و از این ناراحت بودم که حتی الان مهرادم باور نمی‌کرد که من واقعا دستم. نه خداییش من بودم. گفتم من چطوری خودم به همه بفهمونم که بابا میدونی یعنی امکان مامان من گفت حالا این چیزی که داری تعریف میکنی که خیلی مسخره است، خب معلومه خودت گذاشتی ولی لابد مهراد دوست داشته بمونه که با همین کارو کردی. گفتم مامان به خدا اصلا انگار یه نیرویی رفت تو انگشت من اینجوری رفت تو رفت تو استوری. آره جایی نرفت استوری فقط. حالا اینجا داشته باش. بازم
گفتیم میگیم فتوشاپه و اوکی و مهراد ببین من منتظر بودم شما بگید فتوشاپه. خب اگر میگفتید فتوشاپه من 2 تا دلیل داشتم که ثابت کنم فتوشاپ نیست. خب ما اگر می‌خواستیم تو کاری نکنی که نمی‌کردیم. مقصرای اصلی که مهراد برنگشت خود هادی و مهدی هم. حالا چرا؟ چرا؟ ما آرامشمون رو حفظ کردیم. کیمیا دوستم گفت ما برمیگردیم. اصلا مملکت انقدر شلوغه به تو اصلا کسی توجه کنه. اینم که سری پاک شده میگی فتوشاپو گردن نمیگیری. واقعا نمیشد بگی فتوشاپه اگه بعدن گیر میدادن. دنیا بده. من منتظر بودم تا شما گردن نگیرید. خب مهراد جمع کنیم سال مجوز دارم. خب عکسی که شما گرفته بودید با آیفون 11 پرو مکس بود. آیفون 11 پرو مکس 11 ماه اومده تو بازار. یعنی دقیقاً از زمانی بوده که مهراد مجوز گرفته بوده. گفتم در جریان باشید که نمیتونستید ماسمالی کنید. من از آماده کردم. نه میتونستیم یه کله دیگه بذاریم اینجا بگیم این بوده. خیلی کارا چرا میتونستیم بکنیم. یعنی مهراد اگه برمیگشت ایران میتونست اوکی اونا میفهمیدن ولی میتونست جمعش کنه. خب آیفون میشه یه سر دیگه کاری نداره. همین عکسی که من بغلش کردم تتو داره اینجا دیدی که عکس من از قدم گردن نگرفتی دیگه گفتی یکی دیگه بود مثل اون خواستی بکنی چیو؟ یکی بود من پخش کردم گردن نگرفتی گفتی اون نبود. به جون مامانم اون که نبود. حالا باش همین رو بهت بگم با این حال ما گفتیم که من گفتم هممون به این رسیدیم که اوکیه. خلاصه کسی که تماس گرفت کی بود اول هادی. همونجا بمون بدبختم کردی بیچارم کردی فلان بیسار وای چرا این کارو کردی. خلاصه فکر شما از پس کرد دیگه. بعد مهدی زنگ زد گفت نیا یا بیای تو هواپیما گرفتنت. تو رفتی کنار دنیا خودشون مهراد یه ذره یعنی ریاکشن اولشون خیلی بد. خب بعد از چند دقیقه نظرشون کلا عوض شد. گفتم بیا ما پشتتیم کاریت ندارن و فلان و اینا. خلاصه میخوام بگم خودشون رو ترسوندن اول. گفتن نیای میگیرنت فلانت میکنن بیسارت میکنن. آخه من میدونم مهراد قبل از اینکه تو پاسپورتتو بگیری از این برادران حسینی چه گوش زدی بهت کرده بودن؟ چیزی بهت گفته بودن یا نگفته بودن؟ گوش زد که کسی اولا نمیتونه من بکنه. بعد یعنی این که ولی گفته بودن که هم مراقب باش دیگه. حواست باشه. آره. چیزی اتفاقی نیفته که فردا. آره. گفتم که یعنی اون دو بنده خدا هم چیزی بهت گفته بود. خب بعدش که اون شب خیلی دیگه یه ذره جو سنگین شد و اونا خودشون شروع کردن یه سری حرف زدن. آره بیای چون با دنیا بودی فلانت میکنم بیستایت میکنم این حرفا دیگه چی شد؟ دیگه این همه فلان و بیسار و فلان و این حرفا حالا دوباره هم میخواستن یه حرکت بزنن. بعدش اومدن چی؟ بعدش اومدن ترکیه یا نیومدن؟ آره بله 4 نفری تشریف آوردن ترکیه با نیت‌های شوم و پلید که همچون که خداوند همیشه ما رو دوست داره. مهرادم خیلی من خدا خیلی دوست داره. خب خیلی خوش شانسم. مهراد از من بدتره. 4 نفر یعنی هادی حسینی، مهدی حسینی، مسعود جهانی. نفر چهارم کی بود؟ مهدی آذر. مهدی آذر. 4 نفر اومدن دنبال مهراد و آره اون شب که اولی تماس فوش بود و تهدید و همونجا بمون و بیا اینجا بیچارمون کرد برای حرفا. آقا اوکی یعنی چی این حرف که اگر دولت و مملکتم به تو کار نداشته باشه خودم میکشم. کی اینو بهت گفت؟ حالا هر کی. نه یه بگو دیگه یکی از این 4 تا باید بهت گفته باشه. خب دیگه یکی از همین 4 تا گفت. خب هادی گفته بود؟ فکر کنم به این بچه میتونی 4 تاشونو با هم دیگه حالا تقسیم و ضرب و اینا بکنی و ببینی کی گفت. گفتن خب ببین فرق نداره کی گفته. خب اینا بالاخره تیم هم دیگه. نکته بگم من واقعا در کمال عدالت به همه این 4 نفری که اسمش آوردیم فرصت میدم بیان تو لایو صحبت بکنن بعدش با من. گفتم الان بیان. آره گفتم من عدالت ولی تو لایو تو فکر نمی‌کنم بیان.
جان فکر نمی‌کنم بیان تو لایوت. حالا بعد مهدی بتونه بیاد فقط مهدی حالا حسین. میگم به حال حالا اگر ارشاد بهشون مجوز بده یا هر نهاد زیر مجموعه‌ای که اونجا هستن و ناظر هستن، اگر دوست داشتن میتونم به عنوان کسی که من کسی خبرنگار آزاد هستم و دارم کار ژورنالیستی میکنم بیان صحبت بکنم. اولندش که ما 5-6 با هم در ارتباط بودیم، من با هادینا حرف می‌زدم، با بچه‌ای که اونجا بودن با همشون دوستانه صحبت می‌کردم. خود هادی همیشه میگفتش که مهراد 6 ماه دیگه میاد پیشت. من که دیوونه نبودم با یه نفر تلفنی تا آخر عمرم دوست بمونم. یه برنامه‌های یعنی 6 ماه دیگه برای همیشه میاد پیشت میمونه؟ آره، اینجا کرونا و کنسرت نمیتونیم بذاریم و منم دیوونه نیستم که بخوام این همه هزینه کنم و میاد اونور فعالیتمون رو ادامه میدیم. یعنی این ورم خواست مثلا با مهراد کار کنیم، خب تو ذهنشون میام اونور استودیو میزنیم و با همدیگه و فلان و اینا. یعنی میخوام بگم برنامه کلیمون هم همین بوده. حالا اونا اگر که ناراحتن به خاطر که همون قضیه مالیه که قطع شده دیگه. خب من فکر میکنم اونا به خاطر، البته من چیزایی که شنیدم ببین مهراد اینجا یه ور قضیه است، یه سمتی از موضوع و 100% میتونه این قضیه رو یا تایید بکنه یا رد بکنه. مهراد من ازت سوال می‌پرسم که خود هادی یا مهدی به من میگفتن که ما برای مهراد هزینه کرده بودیم. و چی؟ و یه سوال ازت دارم داداش. جانم داداش. تو ویدیو میذاری تو یوتیوب درسته؟ درسته. و 1 میلیون ویو چقدر هزینه شه؟ چقدر پولشه؟ 1 میلیون. از چه زاویه‌ای؟ از هر زاویه‌ای دیگه. مثلا من موزیکم رفت تو یوتیوب 1 میلیون ویو خورده، چقدر پولشه؟ خب بستگی داره دیگه. خب موزیک اگه 1 میلیون ویو بخوره، 10 میلیون ویو بخوره چی؟ جمع ضرب بکنم صبر کن. آقا میگم 10 میلیون یه موزیک 10 میلیون. 10 میلیون رو ما تقسیم بر 1000 میکنیم در ماکسیموم دوم. اگر مثلا 10 میلیون ویو بخوره مینیموم 20000 یورو در میاره. یعنی چقدر حساب کن؟ خب زب 1 میلیارد 800 میلیون. فقط شیکوپی که من 1 میلیارد پول گرفتم. فقط شیکوپی که خب کوشین. من چرا ندیدم چیزی؟ اوکی یه لحظه اجازه بده شما. و استدیویی که برای من تهیه کردن و زدن نصف بیشترش با پول خودم بود. خب ماشینی که زیر پای من بود من 206 داشتم داداش، نه پورش. یادمه. خب 206 خودم خریدم، پول دادم ریختم تو حساب هادی، 206 مهدی حسینی رو ازش خریدم. خب درست. مهراجی هم باید 206 داشته باشه. حالا یه چیزی بگم، اصلا این پولکی نیست. اینا رو من نمیدونم چرا داره میگه. اصلا مهراد نه آخه داره میگه نمیشه الان بحث پول شد. گفتم داداش من پولی نه خرجم کردن، تازه خرجشون هم کردم و ازم هم کندن. منظورش اینه که شما که دیگه این همه در کنار من پیشرفت مالی داشتی لاغل تو این شرایط زنگ نزن به من بگو 15 میلیارد منو رد کن بیا. این چه حرفیه به من میزنی؟ که زنگ بزن به بگو داداش پاشو بیا اوکیش میکنیم، درستش میکنیم، نه اینکه بترسونیم بگی 15 میلیارد اینجا ازت میخوام، 20 میلیارد اونجا ازت میخوام، 40 میلیارد اونجا ازت میخوام. این حرفا چیه بابا؟ مگه چیکار کردین برا من همتون؟ خب به هر حال من چیزی که شنیده بودم این بوده که برادر حسینی میگفتن مثلا ما، البته من تایید نمیکنم ردم بابا بلیتشو که میخواست بیاد ترکیه به جون مامانم گفتم خب مهدی بلیتشو بگیر دیگه. گفت تو بگیر، تو بلیتشو، یعنی یه دونه بلیت واسه خواننده‌تون نگرفتین شما. البته مهراد من شنیده بودم که 1 میلیارد تومان برای استودیو تجهیز کرده بودن. خب اوکی 1 میلیاردی که داداش 1 میلیارد بالا همین اتاقی کوچولو که حالت استودیو داره الان ما چقدر هزینه کردیم؟ 5 میلیارد شده تا الان. واقعا هم استودیوتون؟ به جون مامانم 5 میلیارد تومان. با یه مقداری ما وام بده اگر 5 میلیارد تجهیز خب همینه، این وسیله هایی که هست خیلی هزینه داره، مثلا ترکیه گرونه. درسته. بعد تو 1 میلیارد هزینه کردی تو ایران، زحمت کشیدی. خب 100 میلیارد هم از یوتیوبش درآوردی. اوکی آقا مگه هزینه نکردی؟ درست. من اون چیزایی رو که برام خریدن برای اتاق من تو استودیو الانم که دست خودشون خب همشو با پول خودم خریدن.
آخرش هم الان که همونجاست. من که نیاوردم با خودم، خیلی چیزای دیگه هم موند و نیاوردم با خودم که مهمم نیست دیگه. درست. من خب کلا آدم اینجوری نیستم، اصلا اصلا مهم نیست. نیست اینجوری مهراد، اصلا واسش الان مثلا نمیخوام بگم ولی هرچی مثلا پول در میاره قشنگ میگه اینا رو مثلا هر جا دوست داری بذار، میدونی؟ خب هر کسی این کارو نمیکنه. منم که همه پولاشو براش نگه میدارم. خب من همچین آدمی نیستم مثل اونا. من حالا پولای بچه مردم ها پولاشو براش جمع میکنم، خب که حالا هر کاری خواست در آینده بکنه خودش. درست. من فقط یه چیزی میخوام بگم. تا الان چقدر داره برده؟ ساله ایرانی تا الان چقدر پول داره برده؟ خصوصی. حالا به خودت میگیم بعدا. بنویس اینجا برام مهراد. من همین الان باید بدونم، نبینم شب خوابم بدونم. نگی تو لایو نگی. نه نمیگم که من حرفم من میشه. آقای امین فردین و مردمان عزیزی که دارین تصویر ببینید، چرا یه خواننده باعث میشه که همچین تصمیمی که البته غیر عمدی بوده ولی بگیره، وقتی که شما اونو راضی نگه ندارید؟ این به عنوان مدیر برنامه به عنوان مدیر برنامه خوشم میاد حواست به همه چیز هست، همه چیز چک میکنی، اضافه تر ننویسه. نیومد چیزی وایسا. هیچ. دلار کجاست الان؟ بابا دلارش میدونم، دلار شما عددو بنویس. خب یه چیز هم بگم، این خواننده‌ای که الان میبینید تو ایرانن چند تا حالت داره. یا پاسپورتاشون رو ازشون گرفتن ممنوع الخروج هم. این 1000. آره دیگه نپر. بعد این بابت یه آلبوم X 1000 یورو دلار، $1000 برای یه آلبوم. $1000 X خوبه. بله که خوبه داداش، قدر ما رو ندونستن دیگه. شریک خواستید من هستم خلاصه. نه میدونی چیه بحث میدونی چیه بحث؟ اینه که قدر تو نمیدونن. خب شما الان بری نگاه کنی، یکی از دوستای ما برای ما پست گذاشته بود و رو صورتمون زبدر کشید. الان برو نگاه کن نیست دیگه، اونو پاک کرد. من ماشین حسابم چرا عدد رو نمیزنه انقدر زیاده به تومن؟ یکم ببین الان دیگه مثل قدیم نیست که چون مثلا فهمید اونی که پاک کرد عکس منو، فهمید بابا اشتباه کردم، اینو اذیت کردم. یه چیزی بگم الان. خب این که مهراد یه خواننده خیلی خوبه که اصلا توش بحثی نیست، ولی الان از وقتی که سوشال مدیا اومده، یوتیوب هست، اسپاتیفای هست، سوشال مدیا، یوتیوب هست، اسپاتیفای هست، کردی من چاچی خیلی آیتیونز هست، همه اینا. خب این که اون خواننده‌ام چقدر توی این فضای مجازی مطرحم خیلی مهمه واسه حالا هر کمپانی یا هر کسی که میخواد بیاد اسپانسر و تهیه کننده بشه. خب مثلا علاوه بر اینکه موزیکاش خوبه، خیلی هم الان میتونه خواننده‌ای که ویو میخوره. خب درسته؟ اینو که قبول داری؟ در 100% با وجود منم که بیشتر ویو. شما که بله در خدمت شما هستیم. بله خلاصه که این درس عبرتی بشه برای بقیه تهیه کننده که تو ایران دارن، چون الان دیگه مثل 100 سال پیش نیست که کسی نتونه از ایران بیاد بیرون یا پیشنهادهای دیگه نداشته باشه. از وقتی که میگم این شبکه‌های مجازی مثل اینستاگرام و فیسبوک و این داستانا هست، خیلی یه خواننده آپشن‌های زیادی داره. سوال چند درصد از قرارداد مهراد مال توئه؟ چی؟ چند درصد از قرارداد، چند درصدی باش کار کردی؟ دوست داره خودش میتونه جواب. خب مهراد چند درصد باید کار کرده دنیا؟ چند درصد شده؟ چند درصد پولت زده؟ درصدی نیست، کلا
یعنی چشمی نداره، اون وسط هم هست، هر چقدر لازم داشته باشه خودش بر میداره، این رقمی که لازم نداشته باشه بر میداره. حقیقت به برداشت تو من آدمی هم که از مهراد پول بگیرم؟ بعد نه تو خرج میکنی، تو خرج کنی، ولی خب بگم این رقم قراردادتون برای یه نه نه داداش نه نگم نباید خب بگی. شاید اون کسایی که باشون قرارداد دارن دوست ندارن بدونن. منظورتونه دیگه چی؟ کمپانی آونگ بله. از کجا آورده داده؟ الان من سوال خب دارم. داداش برای خواننده مثلا سطح پایین شاید نداشته باشه، ولی من خودتی که میدونی دیگه برای من دارم. مرا تو که دوست خوبه و یه چیزی هم بهت بگم، اون حرفایی که راجبش میزدن اصلا بنده خدا اینجوری نیست، خیلی خفنه. نه من که اصلا بحثی ندارم توش. قراردادمون ما یه جوریه که فقط 8 تا موزیک بیشتر نیست، یعنی بله. تو اگه خدای نکرده با دنیا کات کردی به خودم میشم مدیر برنامه. نکردی. من به درد خدای نکرده. خب الان من سوالم اینجاست. آیندت برای مهراد چیه خانم دنیا جان به عنوان مدیر برنامه‌های آقای مهراد؟ الان نگاه چه جوری نشسته. برنامه‌هایی که ما داریم خیلی برنامه‌هایی که واسه مهراد دارم، اول از این که اینه که روز به روز پیشرفت کنه. خب این که بتونه پاسپورت یا اقامت یک کشور خیلی خوبو بگیره اول از همه، بعد موزیک ویدیوهایی که در حد خودش هست رو بسازه و در حد فالوورای عزیزش، بعد دیگه در رفاه و آرامش و آسایش و چیزا زندگی کنه. یه سوال زندگی آرتیستی و هنرمندی، چیزی که لیاقتی حالا تو وقتی که بخواد ما هم در کنارش هستیم. بریم یکم سوالات حاشیه دارتر بپرسیم. صحبت اولت اومدی گفتی که مهراد رو خیلی ها، یعنی یکی از اون 4 نفر اونجوری که حالا خودت میگفتی تهدید حالا به قتل کردن. اینو میخواستم ببخشید مهراد، فکر کنم عصبانیش اینو بگم. میدونی اون 4 نفر اومده بودن میخواستن چیکار کنن؟ میخواستن با این قرار بذارن رفاقتی تو مسیر که این داره میره پیش یاد میرن توی هر رستورانی به یه ترکا رو بنداز، بعد میدونی که اینجا با یه ترک دعوا کنی تو خیابون، ترکه بره شکایت کنه به ترک خاک میدن. درسته؟ واسهش ترک خاک بگیرن ببرنش. حالا واقعا حرفی ندارم. بده دنیا اجازه بده، من اینجا به عنوان رئیس تشخیص مصلحت حاشیه‌های نامنظم مجازی سوال. شما میگی که یکی از این 4 تا این نقشه رو کشیده، شما از کجا فهمیدی این نقشه رو کشیده؟ باید یکی از اون 4 نفر لو میدادن بهتون. نه یکی از خودشون به ما لو داد. آفرین. ولی اون 4 نفر نبودن، یکی دیگه بود. نه دیگه نمیشه که یه نقشه میشه به اونی که اصلا داداش میشه شاید. ولی دنیا تو اومدی گفتی که مهراد خب تهدید به کشتن شده یا تهدید به قتل شده یا چیزهای مختلف توی. نه من کی گفتم تهدید به قتل؟ خب گفتی خب به هر حال تهدید شده دیگه. خب تهدید کردن تو فکر میکنی که تهدید قتل نیست فقط. خب این که ما نمیذاریم کار کنی تهدیده، میبریمت ایران تهدیده، اطلاعات دنبالت تهدیده، مامان دنیا میدونیم تو کدوم ساختمون زندگی میکنه تهدیده، دنیا میدونیم کی میره این ور اون ور تهدیده، صورت دنیا رو خط خطی میکنیم تهدیده. خب به هر حال این خیلی ادعای سنگینی ها. بله من بیارشون بالا ببینم گفتن یا نگفتن. جواب نده. یعنی فردا روز اگر خشی چیزی روی مهراد بیفته شاید چوب و نوک پیکان فلش این اتفاقات بره به سمت این 4 نفر عاطف ادعایی که تو کردی. ولی خب بیشتر منو تهدید میکنن. به تو چی میگن؟ همینه که گفتم دیگه، مثلا مامان گفته بودن آره میدونیم مامانت کدوم طبقه زندگی میکنه، کجاها میره، کیا میره و میاد، با ما وارد بازی نشید، خودت صورتتو دوست داری یا نه خط خطیش میکنی و این حرفا.
چیزی که داره میگه از این 4 نفر انگار مثلا 4 تا آدم گنگستر خیلی خفنه، خیلی رویه لطیفی دارن. من تا جایی که میدونم این 4 نفر تا جایی که میدونی آره، ولی تا جایی که نمیدونی و فقط من میدونم، تو نمیدونی. خب ممکنه این باشه و این صحبتایی که تو داری میکنی خب دنیا و مهراد عزیز فکر میکنم کمی سنگین ها، یعنی فردا روز نگه بخوام بیان جواب سنگین نبود که من الان تو کشور خودم بودم روانی نه. نمیدونم والا این چیزی که حالا شما میگی. پس این که یکی از عاملایی که شما میگی مهراد مون در ترکیه برادران حسینی بودن، درسته؟ بعد ببین من یه مسیجای از اینا دارم که همین الان اگه یه وکیل بگیرم به عنوان یک کسی که ترکه، الان من اینجا پاسپورت ترکی هم گرفتم، خب میتونم کاری کنم که اینا هرگز نتونن وارد خاک ترکیه بشن. کاری نداره، وکیل میگیری، هزینه میکنی. به جایی رو مثلا دریافت کردی؟ همینه که الان گفتم دیگه. دریافت کردید. بعد خب خانواده شما ترکیه هستن، خب خانواده مهراد که توی ایرانن، اونا هم آیا تهدید شدن یا نشدن؟ خانواده تهدید شدن؟ من کسی نمیتونه خانواده تهدید. خب بعد اونا اینجور بعد خیلی دوروان مثلا. خانواده تو رو کسی میتونه تهدید کنه؟ دورت داره به سمت خانواده. خب خانواده شما هم تو ایرانن، خدا رو خانواده من تو ایران نیستم، ولی برای خود ایران هم آنچنان بد نیست به خدا. برای نه خب الان تو مثلا این جمله رو گفتی من خودم یه جوری شدم، اصلا به این قسمتش فکر نکرده بودم که خانواده مهراد تو ایرانه. حالا امیدوارم. و یه چیزم میگم، خیلی از فعالیت‌ها رو مهراد به احترام همین که خانواده‌اش تو ایرانن انجام نمیده واقعا. مثلا چه فعالیتایی؟ حالا یکیشو بگو. خیلی کار، مثلا یه سری با یه سری شبکه‌هایی که ممکنه سیاسی باشن مصاحبه نمیکنه، حالا به خاطر لاغن دیگه اومده بودم اینجا. ببین الان مثلا یه ناسزا میگفتن، مهراد یه حرف بد نزدم من از موقعی که اومدم. این درست. خیلی چیز سنگینیه برای کسایی که دارن پشت سر من حرف میزنن. درسته. من این نکته راجع به مهراد عزیز بگم. من هیچی نمیزنم، اینم در جواب آره نه یه گروه اومدن همه دارن مثلا منتقد قشنگ معلوم هستم مثلا. بعد یه چیزی بگم، اینا یه کانالای تلگرامی دارن، خب مثلا به اینا نمیدونم ماهی 100,000 تومان میدن به این افراد، چقدر میدن، مثلا یه دفعه میگن برید زیر اینا رو بنویسید، یه دفعه میبینی پشت سر هم اون بعد صفر فالوور. نه یه چیز دیگه میخوام برسم بهش. خب من به حال مهراد رو خیلی سال میشناسم، خودش میتونه این قضیه سر بذاره. مهراد توی تمام این مدتی که من مهراد رو میشناسم، شاید باورتون نشه من یه حرف بیادبی از مهراد نشنیدم. حتما دنیا هم میتونه این قضیه رو تایید. اصلا کلا آدم بیادبی نیست که بخواد بی تربیتی. خیلی شلوغه، یعنی حالا خوب دهنش شنیدی؟ من خیلی کم شنیدم. بابا داداش فوش مگه اصلا خیلی پسر بعد خدا شاهده هیچی نه مصرف میکنه نه. اوکی اگه میخواستم مصرف کنم که میگفتم آقا من که مصرف میدونید خط قرمز من همین مسئله اعتیاده، یعنی من هر کی میخواد باشه، من خیلی با این قضیه مخالفم. خودت مشروب میخوری دیگه، ولی بعد اینو هم کاشن سالی یه بار، همون سالی یه بار تو هتل خوردی، عکسو دادی بالا به فنا رفت دیگه. آره دقیقاً. خب آهنگ بعدی اسمش چیه؟ نه اسم هنوز واسش نداشتیم. اصلا در مورد موزیک بعدی چیزی نپرس، حالا بهت میگم بعدا تو پی وی میام بهت میگم. ها نه بابا یا آقا رفتم اسمش گفت بگم. گفتم اسمشو بگو الان مثلا حالا چیه. آقا رفتم اسمش گفت بگو اسمش، حالا فکر میکنن مثلا قرار خبری بشه و فلان و بیسار و اینا، بگو حالا یه اسمی بگو. گفتم حل این رفتم و گوش دادی گریه کردی؟ من خیلی گریه زیاد میکنم اگه احساساتم خبرام کنه. من خیلی بدم احساساتی با رویه لطیف. اما من هنوز انتقاد دارم روی آهنگ کاپوچینو. مهراد چرا این آهنگ کاپوچینو کاور از آب در اومد؟ کاور از کی؟ بعد اومد آهنگ تتلو. کجاش؟ یه قسمتیش از آهنگ جفشیش بود اگر اشتباه نکنم،
یه قسمتش از یکی دیگه که توی 2-3 تا چند تا از پیجام گذاشته بودن، واقعا کاور بود راستش. نه اگر بر این چیزی اگر بخوایم مثلا این جاده رو طی کنیم که مثلا میتونیم بگیم شمال و قمت نباشه و شیک و پیک و فلان و بیسار هم همش پس خودت چون چیزی که من شنیدم فکر میکنم یه تیکایش حالا یه ریز باشه. داداش یه چیزی بگم، نمیخوام بگم کار ندارم، ولی من هنوز اونقدر بولد نشده بودم، خدا شاهده. و اینکه یه دونه از موزیکای من تو چنل من بود. فکر کنم داشته باشم چنل تو. چنل قدیمی ما دارم. بعد حالا اگه دوستانم لطفاً بعد حالا یه چیزی تو چنل قدیمی من بود و یکی از همین آرتیستای خوبمون اومد یه موزیک داد که یه جای اون موزیک قدیمی منو قشنگ همونو برداشته بود گذاشته بود تو موزیکش. دمش هم گرم. آره بذار من دارم چک میکنم ببینم چنل قدیمی تو دارم. برام فرستادن چنل قدیمی. چی بوده؟ بگو ما طاقتش داره بارون میزنه داره بارون میزنه نه. بعد کاپوچینو رو من 3 سال زدم، 3-4 سال زدم، یعنی هنوز هیچ من یه چیزی بگم. این موزیک رو شما زده بودی؟ این نه تیکه خورم بلد نیست. آهنگ میثاقو بذار. کردی میدونی کیه؟ پسر دایی من. پسر دایی من. مثل خاله مهراد من شیکو پیکو داده بودم که مهریار اومد. خب این آهنگو تنظیم کردی؟ منم حفظم والا. تنظیم این آهنگو بگم الکی اون اسم رو نوشتم. اشکان زده. نه اشکان. خب کی تنظیم کرده بوده؟ اشکان محمدی. خب تو چی کار کرده بود؟ این آهنگو اینو کاری ندارم من عشقم. پس کرده بوده از پیجشو موزیک میثاق رادو بذار تا بهت بگم تبلیغ منفی میرین جواب میدم. از این به بعد همتون رو جواب میدم. شوخی هم با هیچ کی ندارم دیگه. خب کدوم آهنگ کدوم پست مسعود جانی میشه؟ نمیدونم میثاق راد دیگه. چند روزی تعطیله رو من تنظیم کردم. نمیدونید آهای مردم بدونید.
پس شما تنظیم کردی، مسعود جانی به اسم خودش استفاده کرد. بله. خب میتونی پیدا کنی به ما بگی کدوم آهنگ بوده؟ نه دیگه. یعنی نمیتونی پیدا کنی، بنویس میثاق راد دیگه هستم. 2 ساعتی داری دنبالش می‌گردی همینجوری. آقا اینا دام اوکی. داشتم میرقصیدم با آهنگت تیز کردی. اوکی. اینو خب این چجوری میشه؟ آقا اینو تو تنظیم کردی؟ یه لحظه ببینیم که دنیا دست آمدیم آقا. اومدیدم. خب آها صدای اوکی. مهراده. صدای نی. اوکی صدای نی. الان چند ساله داری کار میکنی؟ چرا صدا نی نیاورده بودی تا حالا تو موزیکا؟ معلومه تنظیم منه. تنظیم جنوبیه دیگه. من زدم اصلا. من 1 سال پیش اینو زدم داداش. 1 سال پیش 2-3 سال پیش کاپوچینو رو زدم. یعنی هنوز هیچ کدوم از این بچه‌ها آرتیستا موزیکاشون رو نداده بودن بیرون و ما متاسفانه خب چند شدیم از طرف خیلی‌ها. پاس مهراد عزیز، چند تا از خواننده‌ها رو شما تنظیم کردی مسعود جانی به اسم خودش زده؟ این دیگه خیلی نه اینو نمیشه بگی اصلا. آقا از این سوالا نپرس. بابا خودت گفتی عملا یارو رو با خاک تو کوچه یکسان کردی. من چه دایی به دنیا جان وقته نه داداش نه، من کسی رو با خاک تو کوچه یکسان نمی‌کنم. تازه‌ش من خاک پای همتونم. شما چیه میزنید داداش؟ برادر نه حرف من اینه که این حرفایی که میزنید یارو رفت تو فضا دیگه. نه آقا نه بابا. خب آقا جان من چیزی بگم. در دنیای موسیقی به تو خیلی وقتا به طور اتفاقی یه سری موزیکا شبیه همدیگه میشه. آها خب یه سری بیتا شبیه همدیگه میشه. انقدر این خواننده ها دوست بودی کاملا حرفه‌ای شدی یا نه جدی میگم. باور کن. از روی افکت دهنت سرویس هم اومد. خب آقا لینک سایت چرا از کی بیوت برداشتی؟ سایت داره آپدیت میشه. من گفتم شاید به راه اسلام هدایت شدید. بازم دهنت سرویس. خوشحال شدم گفتم شاید تبدیل نمی‌کنی. پس داری آپدیت می‌کنی. آره داره آپدیت میشه سایت. آهنگ بعدی کی میاد بیرون؟ ان شاءالله برای سالگرد آشناییتون دیگه. میاد یا 4-5 روز دیگه؟ هر 5 روز یه بار یه آهنگ می‌خواید بدید بیرون؟ 6-7 روز دیگه. 6-7 روز دیگه. 7-8 اسم آلبوم اون و حامد فهلان هنوز انتخاب نکرد. حامد ببین هیچ کی جواب تلفن نمیده. میخوای تو هیری بیری حامد پهلوانو بیارم بالا؟ اون آنلاین اصلا سوالی نداری بپرسی؟ چرا سوال دارم. الان این همه پولی که گرفتید میخواید چیکار کنید؟ کجاش موزیک ویدیو مونده عزیزم. یه کیف شانله. یه کیف شانله؟ 2 تا کیف شانله. 2 تا شانله یکم بیشتر. 2 تا کیف کروکودیل شانل دیگه. 2 تا نه اون ارمس بعد بخرید. یه دونه کیف کوکو ارمس میشه. شوخی میکنم. گفتی که چی میخوام با پولا چیکار کنی؟ پولای میاد میخوای بگیری کیف. آقا یه چیزی هم بگم. میثاق جون برو حلاله. اون از تنظیم اینم از تبلیغ. خب دیگه حلالش کردی دیگه. حالا بعدا حداقل اگه میخوای تبلیغ بکنی آیدیشو بذار تو استوری تگ کن دیگه. داداش بیشتر از این دیگه مشکوک میشم بهش. میام میبرنش فردا. آقا دیگه پسرداییته دیگه. بعد حال بشه. آقا اون مهریاره. قاطی کردی چی زدی امشب؟ الان کیو گفته بودی؟ مسئول گفته. میثاق. اون که اصلا قضیهش فرق داره. اون میگم خوانندمه آقا. خب عرضم داشتیم به بحث اصلی میرسیم. پس این پولای آهنگ‌ها رو میخوای بگیری کیف بخری؟ آره؟ نه بابا تو میگی این پولا. یا پول حالا آنچنانی نیست به نظر من.
این پول آنچنانی نیست. این پول آنچنانی نیست. نیست دیگه، حالا اونقدر هم داداش دیگه نیست. مهراد این پول آنچنانی نیست، تاکید میکنم دوباره، بگی نیست میگم چقدره. آقا اوکی هست. آفرین خواستم. ولی ایشالله خدا برکت من بده. میخوام یوتیوبر شم به زودی. برای چی؟ برای چی میخوای بری تو سمت من؟ همونجا وایسا برای خودت. همون نه اینستاگرام دیگه میام تا من ساپورت کنی یه ذره تو یوتیوب یاد بده. چیز خیلی سخته، میدونم کار سختیه، یه ذره دنگ و فنگ داره. خیلی سخته. حالا شاید در ظاهر آدمو بکنن آسونه، ولی موزیک مهراد هم که توش پاک شد. موزیک مهراد توش پاک شد. نه بابا اون چنل خودمه. آره ولی خب چیز خورد، کپی رایت خورد. درستش میکنم. داری ایشالله درستش میکنی. ایشالله موفق باشید تو کارتون. آهنگ کاپوچینو هم من به عنوان مخاطب دوست نداشتم. انتظارم از مهراد میدونی چرا؟ چون که مهراد و با آهنگای عاشقانه و این مدلی همیشه دوست دارم. من خودم خاطر حالا دوستم ها، خیلی انتظارم بیشتره. اشکاتون آماده کنی. اول خودت باید گریه کنی. آره بعد اوه چه موزیک ویدیویی. اوف برای بعدی رفتم همون هم کاپوچینو رو هم ویدیو میکنیم. حالا رفتم و ویدیو کنیم ما راضیم بخور. کاپوچینو یعنی وقتی که این آهنگ کاپوچینو رو داد بیرون من دیگه کاپوچینو نمیخورم. قبلش هم البته نمیخوردم اما بچه‌های جنوب چه به کاپوچینو هم چای هم بخوریم راضیم. ان شاءالله موفق باشید. مرسی شما هم همینطور. درستی داری این روزا هم حسابی گرد و خاک بپا کردی، استوری میذاری گریه میکنی. البته میدونم گریه ها به خاطر فالوور و به خاطر چیزای دیگه نیست، حالا بین خودمونی. یا من الان به خاطر فالوور گریه کنم با 11 میلیون فالوور. الان کی شدی 11 میلیون؟ من خبر ندارم. آره روتش کردم. بذار نگاه بکنم ان شاءالله منم فالو الکی. چرا کسی رو فالو نمی‌کنی؟ الان من سوال دارم. آونگی که این همه پول داده چرا فالوش نمی‌کنی؟ مگه چه ربطی داره؟ داره؟ من آخه از اولش که اینستاگرام داشتم کسی فالو نمی‌کردم، به خاطر اینکه هر کی فالو میکنم میرن مزاحمت ایجاد میکنن براشون. آقا منو فالو کن، من هر کی مزاحمت برام ایجاد کرد من خودم به هر کی میگم همین میگم تو منو فالو کن اوکیه. من مشکل ندارم شما فالو کنید، من اصلا هر کی اومد. آقا جان آقا تو چرا جدیدن افشاگری نمی‌کنی؟ با همه دوست شدی دیگه افشاگری نمی‌کنی. آره افشا میکنم. اول دوست دختر دوست پسرا رو لو نمیدی. تایم ما زمان ما همه چی رو میگفتی. منتظری بگم کی با کی. آره نه ما میدونیم داداش خانمون کی با کی. نه چون این یه دونه استثناءه، هم مال پویان هم مال نیلی. حالا بعداً میگم به مردم. من مال پویانو میدونم. میدونیم جفتشون اوکیه. تو نمیدونی واقعا؟ اولش رو بگم؟ اولش خودم گفتم با 3 دندون است. اولش با آه با 3 دندون است. شرط بندی کنیم با هم دیگه. این خبر رو بهت میفروشم. ببین شرط بندی بکنیم توی لایوی که 112,000 نفره. من با سند بهت اثبات میکنم، تو هم باید با سند به من اثبات بکنی. باختی باید به من بدی. منم باختم میدم. اولش آه اولش 3 دندون است. شرط 10,000 یورو. باور کن اولش آه بندیم 10,000 یورو. پویان جان من واقعا به تبریک میگم چون واقعا این خانم زیبایی هستن. پویان میگم آقا میخوای بیاد لایو 6 نفرش کن. آقا گوش بده من با 3 دندونه است. شرط 10,000 یورو هم بات میبندم. اگر باختم میدم، باختی میگیرم ازت. قبوله؟ 10,000 یورو خیلیه واسه پویا. من میخوام 10,000 یورو شرط بندی کنم. 10,000 خبر خیلی خوبه. 500 یورو. یعنی تو با این دبدبه و کبکبه و ادعا 500 یورو میخوای ببندی برای خودت؟ برای آقا 500 یورو اولش آه دومش هم نه عزیز من. چرا؟ خب با 3 دندونه شروع میشه. آقا 5,000 یورو.
دومیش ببین اون سه که تو میگی که دومیش آه ه نیست بچه‌ها. دنیا شرط ببندیم. شرط می‌بندیم بعد لایو من با سند بهت نشون میدم، ویدیو کال بهت نشون میدم، خوبه؟ ولی 5000 یورو باید قرارداد می‌بندم. من که ربویان بپرسم به من میگه اوکیه. خب بپرس الان ازش. من 5000 قرارداد می‌بندم. قرارداد که نه، شرط می‌بندم. نه 5000 زیاده. آقا مگه چی شده الان؟ چی شده؟ آقا من میخوام 5000 یورو از اون قرارداد سنگین شما رو بردارم بذارم. آقا 2 نفر با هم دوست شدن ان شاءالله خوشبخت باشن. برای چی این کارا؟ آقا من میگم با 3 شروع میشه. خب با تو 5000 پول گرفتی که بگی با 3 شروع میشه. به جون مادرم پول نگرفتم. ولی با آن به شروع میشه. پول نگرفتم و قسم دارم برای هیچ قسم. آقا بذارش بگم. شاگرد کی بودم؟ آقا بس بهش بگو. به کی؟ بهش بگو. ها بیا بفت. نمیگه به کسی. بگو. نه بگه. نمیگه. نگم و نمیگم ولی مطمئن باشید بچه واسه یک هفته دیگه، 2 هفته دیگه، 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه. آقا خب شاید 2 تا دوست دختر داره. آره خب خودش گفت. عاشق علی حسینی هم که خوشو میزنه به اون را که هیچی نشده. وسط دعوا علی بابا چی کار داره؟ علی بچم داشتم. خب فهمید حالا کی بود؟ متثابت شد به قرارداد شرط می‌بندم. آقا سر 10,000 تومن میبندم با تو. خب هرچی تو میگی درسته. بقیه ول کن. آقا یه سوال دیگه، اگه گفتی دوست دختر قبلی مهراد کی بوده؟ دوست دختر قبلی مهراد من میدونم. آقا بشینی. شرط میبندم باهات، شرط میبندم میفروشم بهت این خبر رو. آها خب خیلی ها بودن. نه من نمیدونم کی بوده. مگه اصلا من دوست دختر داشتم داداش؟ یه دقیقه من یه اسکرین رکوردامو نگاه بکنم. یه دقیقه واسید الان تاریخ کی بود؟ آقا بشین. یه دقیقه واسه من یه چیزی بردارم اینجا. بسم الله من ببرم رو ویدیو. خب ولی یه چیزی بگم. بگو. البته دخترها به هیچ پسری نیاز ندارن خب، ولی واقعا نیلی خیلی گناه داشت. گناه نداره ها، چون خودش میتونه دوباره زندگیشو بسازه، ولی پسرا چرا اینجوریه من نمیفهمم. چرا شاخ میشن سریع؟ میرم. کجا میری؟ میرم ول میکنم میرم. من چیکار دارم؟ هی پسرا مهرات که اصلا یه دونه است واسه نمونه است. ریمیت شاید اونا هم آقا یه چیزای با هم داشتن که آره البته ما نمیتونیم قضاوت ممنوع. بذار من دارم دنبال فیلم چیز میگردم، مهراد میگردم. 2-3 تا دختر بودن. بابا اون داداش خیلی قدیمیه. نه جدید رسیده دستم مال 3-4 ماه پیشه. اولش سین اون 4 ماه پیشو میگی؟ چی 4 ماه پیش؟ نه بابا 3-4 ماه پیش. نه پیش من بودم از 7 ماه به اون بعد چیزی دارم. همون 7-6 ماه پیشه. من به ریاض گفتم 4 سال پیش بوده. من بود مهراد یادته رفتی آبادان تالنچیا خرید کردی؟ چی؟ رفت خرید کرد تالنچیا حقیقت. آقا یه سوال بپرسم. تالنچیا چیه؟ ما میدونیم. یه سوال بپرسم. اونجان بپرسی. امین داداش یه سوال بپرسم. بگو عزیزم. چی می‌خواستم بگم؟ وایسا. تالنچیا چرا نمیشینی؟ چی؟ چرا نمیشینی؟ کجا؟ بشین دیگه. اینو اونو افشا نکن گناه داره. من تاییدم خیلی پسر سر به زیری شده. آره سر به زیر شده. خب من باش صحبت زیاد کردم. خب داداش نکن. داستان تالنچیا رو نمیگم خیالت راحت. گرفتم بحث عوض. هر چی دوست داری بگو. گرفتم لو ندم داستان چی بوده. اوکی مشکلی نداره. اصلا آقا من اون موقع 6-7 ماه پیشو
یه چیز دیگر رو داره میگه، تو داری اشتباه میزنی. اوکی. بگو بهش اگه میخوای. بگو بدبخت کن مردم. خب نه تو واتساپ آقا براش 2 تا، یکیش جینه یکیش نونه. وایسا همیشه هم با همن. واتساپو چک کن، برات نوشتم. یه عکس برات دنیا، یه عکس برات فرستادم، واتساپو چک کن. واتساپو چک کن، یه عکس برات فرستادم. برو بابا. آقا میگه این که مثل این که برو بابا. اوکی. کی؟ مهراد که میخواد بحث عوض کنه. کی؟ سرگو؟ آقا تو جدیدن خیلی داری فرق میذاری. بین کی؟ بین همه. تو هنوز جریانه. اوکی. وایسا آقا بیا بحث خودمون. اوکی. یا بحث. مهراد. بله داداش. تالنتیا چی خریدی؟ من چی میرفتم ادویه مدویه فلفل فلان بیسا سوس داداش آوالان یه سوسایی داره خفن. بعد 6 ماه پیش داستان چی بود و سوسا رو می‌خوردی؟ داستان سوس بود دیم سوس ماس شنیدم خیلی علاقه داشتی که از تالنتیا سریع بری پایتخت کجا؟ درام؟ آره دیگه علاقه من. اصلا کلا مهراد کار کردن با دوقلوها رو خیلی دوست داره. مثلا هادی و مهدی هم که میدونی دوقلو هن. آقا چی میگی؟ بله در جریانم. میرم پایتخت کجاست؟ پایتخت 6 4 3 2 1. عجبا آقا نکن این کارو همین. من یکم پایتخت ایران کجاست؟ تهران داداش تهران. من 13 سالم بود میرفتم جلو پنکه میگفتم صدای اونا کجا. خب به مهلاد بلد کار در بیاره، بچگی کار در پایتخت ایران شیراز. بگو آبادان. من گذشته آدم ها هم واسم مهمه متاسفم. یزد. گذشته خودت یادت رفته؟ من نمیدونم اینم میتونه واسهش مهم باشه ولی عکس و فیلمای این عکس و فیلمای. خب گذشته خودت یادت رفته؟ این بنده خدا با ساخته من یه چیزی بگم. خدا وکیلی من چه گذشته‌ای داشتم؟ گذشته‌های من فقط نمایشی بوده توی فضای مجازی. خب مال اینم نمایشی بوده. نه من در جریانم. نه آقا چی دارین میگین پشت سر یه هنرمندی مملکت؟ داداش هنرمند خود بدن چه؟ من هنرمندی مملکت. هنرمند خودتون. آره بلکن. اوکی پس شما بچه هم باهوشن ها. بچه ها نه ولی داستان این هستش که حالا شما هنرمند، من نمیدونم شما چرا میایید ترکیه بازیگرا رو درو میکنید. بابا امین سوال من الان جواب آقا میام من دوباره عصبی شدم. آقا این بحث عوض کن من غیرتی میشم. آقا نه بهش بگو این چیکار داریم؟ سلیقه من چی کار دارم؟ سایز کوچیک دوست داشت. مگه تو اینو دیدی؟ اینقدرشه. آقا این اصلا غیره، این که اصلا خودش نمیخواسته که چیز شه. حالا نگید ولش. اون کی قله چی شده؟ اون کی قله باکی بوده؟ خب به هر حال اون کی قله باکی بوده؟ آها اوکی آقا من چرا من موندم این ترکیه‌ای‌ها چرا علاقه به بازیگر دارن؟ چی شده؟ بیا خود بحث ببر سر من مثلا. نه سوال من جواب بده. این آقا پول گرفتی؟ داداش جواب منو بده. شما پول چیه؟ پول گرفتم بس. آقا این فردی پول
ها چی؟ پول گرفتم که برم تو واقعیت اینه که شما چرا انقدر بازیگر دوست دارید؟ کی؟ من که خواننده دوست دارم. ما کی بازیگر کی دوست داره؟ داری؟ ایشون که خواننده دوست داره، منم که تو دوست ندارم کلا. این شاخ مجازی کلا دوست ندارم. آقا این چرا اینجوری شده؟ خواننده دیگه نه نگفتی. قشنگ میتونستی باشون یک گروه ارکستر تشکیل بدی دیگه. حالا من میدونم تو همه این کارا رو کردی که به ما چه؟ خب همه این کارا رو کردی صبح که جماران شب لباسون، صبح جماران شب لباسون. بله مثل این که اینجوریه. میگن رل نیلی کیه؟ رل نیلی رو بگو، شما اطلاعاتت خوبه. مگه نه نیلی فکر نمی‌کنم رل بزنه. دختر احساساتی حالا اختیار داری بانو، اختیار داری رل زده؟ خوب کرده اگه زده. آقا بشین دیگه. آقا نه پس ببخشید پسرا برن رل بزنن، دخترها تا آخر عمرشون منتظر بمونن. منتظر چی؟ اون سری هم که هم با اسب سفید؟ لیلی خانم تو لایو چیز کرد. اون سری هم بنده خدا اون سری که با نیلی با هم دیگه نمیدونم اومد تو لایو یه دفعه با پویان هم دستی کرد. خب اون سری هم من خیلی یعنی خواستم که یعنی چجوری بهت بگم، بگو من مواظب خودت باش، به فکر آیندت باش، فلان بیسار. الانم امیدوارم که راه درست رو بره. اختیار داری. پس شما رل نیلی رو نمیدونی. آقا اختیار چیه؟ همه دارن من ندارم. مهراد رو بلکه میدونم یه چیزای بو برده کانکشن هم به حال داشت. داداش من میدونم تو شبا کدوم بری میخوابی، این بری یا اون بری. خب به حال هم ماشاءالله. ببین آقایون میرن ترکیه بازیگر میزنن، خانوما میرن ترکیه خواننده میزنن. چرا؟ بگو بگم چرا آب و هوای ترکیه برای خانم دوست دارم بازیگر شاید بزن. ببین دختر خواننده دوست دارم برای اینکه مثلا شعرهای عاشقانه واسهشون میخونن و اینا. مردا هم بازیگر دوست دارن چون زنها خوب بلدن بازی کنن با احساساتشون. خب دیگه خلاصه خواهشاً رحم کنید به صنعت پررونق سینمای ایران و صنعت پررونق. شما خودتون از چه صنفی خوشتون میاد؟ من اصلا دوست ندارم طرف شاخ مجازی بشه واقعا. من نیست. آرمین کیه؟ بابا چیکار شما کامنت ها داری؟ شما به من نگاه کن. آرمین کیه؟ شما کامنت ها رو به من نگاه کن. چیکار کامنت برو بزن آرمین ببین آرمین کی میاد. آرمین کیه؟ میگن نیلی با آرمین دوسته. چی میگه بابا؟ ای بابا به من نگاه کن. خبرها رو شما نسوزید نرینید توی آرمین دیگه جز توی افم نداریم که. آرمین توی افم؟ نه با اون بدبخت 8 سال زحمت کشید مجوز بگیره. چه ربطی داره؟ تو این مجوز نشی من دوست شدی با بابا تازه مجوز گرفته. روانیه اگه بیاد دیگه نمیخوام مجوز. خیلی خوب بود. ولی عرضم به حضورتون که رحم کنید دوستان به خواننده ها، آقایون خواننده رحم کنید به این بازیگرا. اون یکی که با ترلانه، اون یکی که با چیز کی؟ چی شده؟ هیچ شما سلام فدات شم قربونه. به خبرها و نوکریم. کارا چیز بوده. چیو گفتی چی؟ چی؟ هیچ. مگه با ترلان بودی؟ نه بابا ترلان کیه؟ برات اصلا من خود نکنم. بله به حال هستید دور هم دیگه. نه یاران چو غریبانه. نه یکی دیگه با ترلان بوده. این که تکلیفش مشخصه. این با سارا بوده. سارا کیه؟ خب با نیکا هستم زیاد. مورد اختیار کنید به بران زشتا. حالا این با چی؟ هم بسانی. ببین نمودید صنعت سینمای ایران رو. تو رو خدا ناموسن یکم یواشتر. چی شده؟ صبر کن. آره گفتم در جریان باشید. بده من
خب و اینکه خلاصه یکم آرومتر دوستان خواهشاً ترکیه رو به مرکز اینو من برات نوشتم. اونو تو نوشتی؟ نه میخوام ببینم. اوکی باشه. اوکی آقا اوکی. میلاد با ترلانه. میلاد کیه؟ بابا شما چرا انقدر علنی شدید؟ چقدر بیچیز شدید شما؟ بی پرده چی قشنگ میگید؟ بی پروا شدیم. من دارم کامنت ها رو میخونم. بله. حامد با کیه؟ بازیگرای ایران هم پولکی شدن ها، پول پرست شدن. تو فهمیدی؟ لامبورگینی دوست دارن. آره دیگه پول لامبو دیگه به حال وقتی شما رویز نشون میدی، لامبو نشون میدی، با خواننده میاری اینور، اونا هم یه چیزای دیگه نشون میدن. من لامبورگینی دارم. من روز دارم. دروغ میگه داره. چی داری؟ دروغ میگه آقا داره. من میدونم داره. خب داری دیگه. آره من نه آقا نداره. سارا چطور عزیزم؟ خوبی؟ سارا خوب. داره علنیشون. چی صحبت می‌کردم؟ تو با من صحبت کن. آها اوکی. تو چجور راضی شدی این بره با سارا دوست شه؟ سارا کی همین؟ سارا کیه؟ نامونه همون که تالنچیا بود. سارا تالنچی. آقا ولش کن. تو رو به بابا برو. تو رو به مرتضی علی ول کن. از سر من بردار سر سالت من خلاص دنیا کاینو یعنی چی؟ کوکائینو یعنی چی؟ کوکا تمام کوکائینو نگاه آفرین کوکائین من نگفتم تو موزیک حالا شما میتونی دوست داری کوکائین بشنوی کوکائین بش گوش کن و درکش کن میتونی هم کوکائین یعنی داداش من گوش کن تشکر دیریم حالا خوشت نمیاد و انقدر اصلا میرختی باهاش اصلا دوست نداشتم از 100 بهش 20 میدم تو میگم اصلاش خود شد تو رو با موزیکای عاشقانه دوست دارم من؟ نه مهرادو خب به نظر من با کی رلم؟ سر میگم سر میگم من با کیم به نظرت تاریک تاریک آرام نوشته که بگو حالا من با کی به نظرت رلم تو فکر کن سینگلی نه واقعا دوست دختر دارم همه میان اینجا گردن نمیگم من میگم معروفه اصلا من طرف بیشتر پس من از کجا بدونم با کی وقتی معروف آخه تو آمار ماشاءالله همه رو دوست داری داشته باشی ولی نمیدونم چجوری ما رو کشف نکردی تو میدونی هوا چطوره هوا مهراد تو میدونی دروشم بگو هوا چیو بگم نه بابا ولکن هوا چطوره هوا خوبه آقا خوبه هوا خوبه هوا خوب هوا بیا شکلات بیا دوست دختر دارم بزنیم نوشته چقدر خوبید شما دوتا به هم میاید نوشته سحر نه من دوست دخترم بیشتر از 50 کا فالوور بگیره آنفالوش میکنم و بلاکش آره نه بعد دوست دخترم من بیشتر از 50 کا فالوور داشته باشه خب رئیس تشخیص مصلحت چیزام پویان هم اومد دیدی آقا پویان آقا پویان
یا این علامت سوالایی که تو ذهن این فالوورای ما به وجود اومده رو از بین ببر. جواب بده، بگو داستان چی بوده تا سر شما چیزه گرمه. خب نوشته پویان من نمیبینم کامنتاشو. نوشته امین فردین خونه خراب کن. من واقعا دونه خونه خراب میکنم واقعا به نظره؟ نه والا جدیدن خیلی به چیزی مثلا میری سمت یکی خونهشو خراب نمی‌کنی بعد از اون بعد خونه یکی رو داغون می‌کنی. قبلا اینجوری نبودی، همه واسط یکسان بودن. آقا بذار من چی بگم، الان کسی که خونه زندگی نمی‌کنه همه تو برگن. ما که تو چادر زندگی می‌کنیم، این یه دیگر سفت چادر. بچه‌ها یه چیزی بگم، اسم دوست دختر پویان سحر نیست. شاید سا باشه ولی سحر نیست، با سا ممکنه شروع شه. دیگه نریم توی سیستم ما دیگه، شما بذار حالا بریم آقا تو سیستم متانت ادب. میگه امین فردی میزنه تو برج میگه چی؟ میگه من نداشتم یارو بگه. امشب بعد لایو شما حاج خانوم رفت. بیا الان بری خوش بده پویان. هیچی دیگه، پویان بعد امشب رو کاناپه بخوابه. حالا بنده خدا دیگه از فردا ممنوع تصویر کارش هم میکنن دیگه. حالا آقا یه سوال بفرمایید. الان مثلا نیلی اگه بره دوست پسر پیدا کنه، پویان مثلا نیلو با یه پسر دیگه ببینه حالش بد نمیشه، غیرتیشه، ناراحت شه؟ اتفاقا این سوال ازش پرسیدم. خب گفت دیگه ما جدا شدیم دیگه، تصمیم زندگی خودشه. آقا پویان میگه راست میگه، واقعا سحر نیست. ببین پویان جون آمارت داری؟ فداشم. بابا این آمارای دقیق شما از کجا داری؟ از کجا داری؟ بزن تارا بزن تارا. حالا ولی من عکس دوست قبلی مهراد جمع رو میذارم تو استوریم ببینید فردا. نامردی هم کنی؟ 3 تاشونو میذارم. 70 تاشونو بذار. 2 تاشون که یکی هم. میگه دنیا جون عروسی پسندیدی؟ نظرتو دار. اگه اون باشه که آنه تکرار غریبانه روزهایت چگونه یاران چو غریبانه رفتن. ولی اون خانوم چیز رو من مال مهراد رو میذارم استوری. آقا میگم تو راحت باش، تو بذار تا منم یه استوری، اصلا لایف نیاز نیست، میگم همه چی رو من دوستان فکر کنم سب کن بذار من بگردم ببینم. خدایا تو مهراد چندم با هم آشنا شدید؟ 15 می. 15 می. خیلی 15 یادش نه، منظورم اینه که کی اومد ترکیه داستان. آها 4 آگوست نمیدونم. 4 ماه قبلی چی میشه؟ نه 2 ماه قبلی. اکتبر. آنابل. نه آگوست فکر کنم. آنابل اکتبر بود ماه قبلیشو. خب بذار من میخوام چندم عکستون دو رفت؟ روش سوالایی؟ دیروز عکسمون دو رفت، امروز وایسا ببینم، یه دقیقه وایسا چی نوشته؟ یعنی یه فیلم خونه خراب کن دارم از این مهراد، یعنی بذارم همین الان کات میکنید با هم. بذار آقا بذار تا منم بذار تا فیلم سینمایی رو اوه نه هیچ فیلمی من ندارم سینمایی. مال 2 هفته پیش بود حقیقت، چیز خاصی مهم نیست آقا، مهم نیست. داداش تو بیا اینجا ببین مردم چی دارن.
اینجا دارم میگم. بله خودتو داری میزنی به اون راه و جواب نمیده این داستان. الان باید بزنی به این یادتون راه. باشه اون کسی که افشاگری کرد دوست دختر پویان کیه؟ من آقا من و تو قرار بود با هم شرط بعد بندی. خبر داغ امروز به دستم رسید. کی؟ از تنور در اومده این خبر. بله چه خبری اون وقت؟ سلامتی داداش قربونه فدات شم. باش من یه چیزایی میذارم تو استوریم، کورکوپر جفتتون با هم بریزن. یکی در ما چی که نداریم آخه. یه دونه از دنیا میذارم، یه دونه از حواست باشه اگر یه دونه گذاشتی سینمایی رو دیگه ولش کن. سریال حال نمیده دیگه. باید سریال میذارم تو فیلمو با اشتراک برم ببینم. من به جون بخرم. نه خیر آقا این کارا چیه؟ آخه من یکم شخصیتم کلا نداشت یه جوریه که زشته، وگرنه راحت باش هر کاری دوست داری بکن. ولی خیلی خفنه مهراد اون فیلمه که یادته؟ یادم که اگه من باشم آره یادم. خب یه فیلم ازش دارم خفن یعنی ببینی فکر کنم همین الان طلاقش رو امضا کنی بره. با دختر؟ نه با پسر. نه پس با پسر؟ آخه دیگه با نه پسر. پس با پسر؟ آخ دعوا آقا دعوا شد بسته دعوا درست کردی. موضوعه که اینا خیلی خوشمزه است. ولی سلیقش خیلی خوبه. سلیقش وای نگو تو رو به خدا. کجا سلیقش خوبه؟ تو رو انتخاب به جز من ولی سلیقش خوب بوده. اون چیزی که من دیدم و دارم الان. بیا بخور بیا. دقیقاً همین تهیه کنندگی ما ادامه داشته باشه. نگاه آچاراش. ای وا خیلی طوره با خود دردت داده. عاشق خودکارشم من. همش اینجایی. نوت برداری میکنی؟ آره دیگه. اینم بنویس. اینو بنویس لطفا. آ نون آ. خب بذار بزنم آنابل دو. سه الف من نمیدونم راجع به چی دارین حرف میزنین خدا وکیلی. پایتخت 6 بازار تالنچیا ادویه جنوب خرید. گفت امین اگه میخوای برات تو هم دارم. ببین داره میدونی که چیکار میکنه؟ داره میزنه به اون راه خودشو. من جای پویان باشم ببین الان من دارم چیز میزنم ورد تالنت کمپانی که مخصوص خواننده ها دارم افتتاح میکنم. جای پویان باشم حتما یه کانون سینماگری میزنم تو ترکیه. عزیز من اگه جای تو بودم کانون موسیقی هنری میزدم. چرا به اون پاس میدی؟ شما کانون موسیقی بزن. من زدم دیگه بهرادم آرتیستم. واقعا داریم میزنی شوخی نه جدی. پویان یه دفتر سینمایی بزن. پویان باید یه دفتر سینمایی بزنه توی بالاخره هر کی را بهر کاری ساخت. یا مثلا یه کانون بلاگری. یه چیزی هم اونم یه ناراحتی هم از سمت من. یکی از دوستامونم خیلی ناراحتم از کی؟ یه حرکتی که زد. ولی خب دیگه جاش نیست، به خودش میگم. بگو حالا من بهش میگم. میلا؟ نه مگه میلا چیکار کرده؟ کی؟ همین پویان؟ پویان چیکار کرده بود؟ چی میگه مثلا این موزیک پارت برای چی کارو میکنیم؟ میام برات تابش بگو. میگه ولک من برات موزیک گوزو که پخش کرده بود ناراحت شد. معلومه ناراحت حالا اسم انگلیسیشو بگو. بچه انگلیسیش میشه گوز. بگو بشین دیگه نکنی کارو. خب چرا؟ البته شاید به خاطر هدفی داشته ولی خب نکن دیگه. تو وقتی اومدی تو این عرصه داشتم اوکی کردم به شعر و ملودی بده. به نظرم بپوکن نه اینکه بیای فلان کار کنی. روانی خب الان پوکون با این حرکتش دیگه. اگه این حرکت نمیزد تا الان راجبش صحبت نمی‌کردیم. پس نه خیر میگم ازش ناراحتم. به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک آرتیست، به عنوان یک خواننده ناراحتم.
از دوست از رفیق خودم ناراحتم به خاطر این حرکت. خطا رو نکنه. چون که ما این همه زحمت و این همه بدبختی به خاطر موزیک میکشیم، تش مثلا دوستمون که رفیقمون که مثلا تازه اومده تو این داستان و حالا تازه نیومده، آیا 15 سالی هست اومده. نه خب تازه تو دوباره شروع کرده، میدونم خودم. قبل از اینکه شما بشناسی داداش من میشناسم، خودم میدونم. بچه محل بودم فکر کنم. فقط چه بودم؟ چی؟ بچه محل بودم. هم پدرام هم پویان اصلا. من یه افشاگری دارم. از کی؟ بگو بابا. دوباره شروع کردی؟ الان خودم بهش میدم. نه آقا نه نگو. راز افشاگری نیست آقا. رازهای همون نگیم به کسی. رازو نگیم. افشا اوکی. راز نه. اوکی. رازو نمیگیم، خیالتون راحت. من که نمیگم، ولی یه چیزی ازت میذارم تو استوری، راز نیست. چیه؟ بسته است؟ حالا یه چیزی ازت میذارم تو استوری. دنیام دو چیز ازت دارم. اشکال نداره بذارم؟ از من بذاری بهت گفتم سینمایی پخش کنم. نه دیگه، حالا میذارم بعد نظر من. منم بگو دیگه، از منم گذاشت پخش کن. بهش بابا خودش میدونه اصلا با من این کارا رو نمیکنه. از من چی داریم چه همینجا بگی؟ وارد نمیشه چون زشت. من بدم. آقا میگه یعنی کوز 3 و پخش نکنم؟ نه دیگه بهش بگو بس. یا نکن دیگه. 2 ساعت مخشو زده بودم شعر و ملودی و اینا که گفته بودیم. نه شما اینقدر بالاست. 5000 تومان که شرط به من باختید بعد بدید. دفتر سینمایی هم زده دیگه هیچی دیگه. از فردا شاهد حضور پررنگ بازیگران صنعت پررونق سینمای ایران در چیز خواهیم بود، اروپا. بذارید یکی از خواننده های به نام ایران برای من پیام فرستاده. میخوام ببینم چی فرستاده برام. الان؟ همین الان که خواننده به نام میشناسیدش. اولشو بگو. ه یه دو چشم. جیمی. همین طالب زاده. الو صفت همین. الو خدا. نه اون یکی دیگه است. من کلا مثل رونالدینیو هم چپ رو نگاه میکنم راست میزنم. آره خب تو همون مستقیم هم نگاه کنی من میفهم کجا رو میزنی. خب حالا چی گفته؟ فقط نوشته امین. منم نوشتم جانم. دیگه جواب نداد. فکر کنم داره لایو رو میبینه. ترسید پیامشو بخونم. حالا خب دنیا پس من پخش کنم اون چیزی که ازت دارم و دیگه. میشه همینجا بگیم؟ من اوکی ما پخش کردم کلا. نه فکر کنم خیلی چیه؟ اون چیزی که بفرست واتساپ ببینیم. اوکی. ها؟ اوکی پخش کنم دیگه. خب چیه؟ اوکی دیگه. تو چه مایه هاییه؟ خیلی خانه. سبکشو بگو. پاپاراتزی. قدیمیه یا جدیده؟ جدید. فولش بالا. واقعا؟ همیشه پخش کن دورم. دارم فکر میکنم پخش کنم. نه میذارم استوری، جور جذابیتش بیشتره. فقط الان پخش کن دورم نشستیم پخش کنیم. نه لایو میپره کنم. ممکنه لایو بپره. نه من همچین چیزایی ندارم. نداری؟ خب باش. پس من میذارم دوستان استوری. اوکیه؟ من نیستم. تو هر کاری میخوای بکنی بکن. من اصلا ندارم از اینجور چیزا. اوکی. نه خودتو نزن به اون راه. ما داشتیم در مورد یه چیز دیگه بحث می‌کردیم. نه من حالا داره بحث رو عوض می‌کنه. نه من اینو میشناسمش. آقا اپویا چقدر پول میگیری؟ من بدبخت اگه پول گرفته دارم وضعم این بود. دوستان خواهش کنم اگه پول به من چشه وضعت؟ چشه؟ هی ما میخوایم افشاگری کنیم میگه نگید. بگو من اگه کسی پول گرفتم بیاد آقا اینایی که میگید خواهشم میام پول بدن. بدید دیگه.
نه حالا که دارم مهراد رو نگاه میکنم، نه بذار فکر کنم بذارم استوری، بذارم مهراد بپرسم. مهراد بذارم استوری؟ داداش من هرگز از این جور عکس و فیلم‌های سکسی ندارم. وایسا از کجا فکر کردی سکسی؟ تو گفتی اینستاگرام میبندته. من از کجا گفتم چه ربطی داره؟ مگه اینستاگرام فقط سکسی ها رو میبنده؟ آره پس چیا رو میبنده؟ خوشون حیوان آزاری که نکردم یا مثلا چه میدونم چیکار کردم رو پاک میکنه. چیو؟ خوشونت. خب خب. کودک آزاری هم پاک میکنه. آخه چه صحنه. یه سری چیزای دیگر هم پاک میکنه که من میذارم اسم. باشه بذار دیگه. مثلا این آنو پاک میکنه من دارم این کودک آزار. اونم یه چیزیه برای خودش. اونم یه کودک آزار. جانم داداش جان. نمیذارم استوری. حالا یه سری ما خاطرات مشترک داریم حقیقت با هم. یاد خاطرات مشترک میافتیم. دوستان یکم مراعات بفرمایید. الان بعضی یه دفعه تصویر رو نمیبینن، صدا رو میشنون، برداشت دیگه میکنن. خواهشاً مختلف اشکال تصویر رو میبینن اینا. آره دیگه خلاصه داره بارون میزنه نه ندارم حوصله گردش. پول طلب. آره چقدر پول طلب داری ازشون؟ از کی؟ برادران ناسین. هر چی که هست برای خودشون. طلبکار نیستیم ولی بدهکار هم نیستیم. یعنی یر به یری. نه دیگه من خب خیلی چیزا رو نگفتم مقابل کن. مثلا چیا؟ مثلا اینی که نفسم و راحت میدم بیرون و میدم تو خیلی برام ارزشش بیشتره تا برای 10 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ یه چیزی میخوام بگم خب ولی میذارم اول اتفاق بیفته یه ذرهش حتی بعد اول خدا مثل همیشه. بگو من طاقت شنیدنشو دارم. تو که دیگه خودت میدونی برنامه من چیه. تو که قطعا من میدونم، دوست دارم که این 100 و خورده هزار نفری که هستن بدونن. میخوام بذار آقا فردا پس فردا نگن تو لایو گفت فلان گفت خودشو چیز کرد اینقدر گفت تا ما باورمون شد. نه نمیگم و میشم. حالا خب. ببینیم مهراد خالکوبی سوم میکشی پایین نشون بدی؟ نه داداش نه یه چیزایی مثل اسم مادر نباید کسی بفهم. این یعنی مثل اسم مادره؟ میگم دیگه مثلا یه چیزایی اسم مادر رو زشته بیای بگی مثلا استخ میبینیم با هم. تو که دیدی. نه منظورم با مردم یا طرفدارا و اینا. نه او برای چی باید ببینم من خدا زندگیشونو دارم میکنم. من عکسشو میتونم بذارم استوری برات. آره خوشحال شو. میخوای بدم شما بذار استوریت. بذار من میذارم استوری کنار اون استوریای دیگه که قراره بذارم. اشکال نداره کنار اون استوریا اینا هم استوری هم میذارم. دونا تو 10 سال دیگه میخوای به کجا برسی؟ توی زندگی بگو من ببینم 10 سال دیگه کدوم خواننده مد نظره. آقا داریم دیگه ناراحت شده ببین اذیتش کرد. برو آقا یه چیزی بگم. برو بگو من طاقت شنیدنشو دارم. بگو اولا داشته 2 تا از اون خواننده رو مثلا ندیدم کلا. من کلا 2 تا دوست پسر خواننده داشتم. چیه 2 تا زیاده؟ بحث تکراری نکن. من اونجا کردم به نتیجه نرسید. دیگه راست میگم بحث تکراری. الان مثلا گردن و جوان 4 تا زنش بازیگر بودن. باید چی بگیم در موردش؟ 3 تا داشته 4 یاران چو غریبانه ایشون به صنعت پررونق سینما ایران کمک کردن. توسماس یه سوال بپرسم. این همه شما سوال پرس. نظرت در مورد بهنوش بختیاری چیه؟ سوسماس از چه زاویه؟ آقا نظرت در مورد بهنوش بختیاری چیه؟
چه سوال سختی پرسیدی. سوسماس نظرمو اینو بگم، میگم چرا سخته. ببین من نظرمو به عنوان آدم شخصی میتونم بگم، نظرمو در قالب یک شخصی حقوقی. ببین بنوشه بختیاری به نظر من 90% زندگی که داره نشون میده شوه. خب کاری که داره انجام میده شوه و فکر میکنم شخصیت واقعیش اون شخصیت فیک و دروغینی که تو مجازی داره نشون میده نیست به نظر من. حالا چرا داره این شخصیت رو نشون میده و دنبال چیه من واقعا نمیدونم. آقا به نظر من با هنرمندا درون ایران خب تو وضعیت بدی هن. اینو درک کنید، همینو که درک کنید آقا دوست بقیه چیزاشو که میشه. از اتاق فرمان برای من ارسال شد، گفت لطفاً توضیح بده که پول نمیگیری. من واقعا شما من پول دادی دنیا من اومدم تو لایو آره چقدر ما به شما پول دادیم؟ نه من آره دیگه. سوال اینه که میخوان دوستان که فکر میکنه که شما به آره من حساب داریم ما هم میشه بگید مثلا 1000 1200 1500 تومن. البته بابا این حرفا چیه؟ ما موری برنامه اونجا دقیقتو میگید والا سوسما. آقا این پولا رو کجا دادید خواهشم بدونم اشتباه ریختی توی حساب دیگه به قرآن تو حساب من نیومده. این نگاه کی میگه توضیح بده پول نمیگیری؟ آقا تو پول نمیگیری، پولم بخوای بگیری ما بهت نمیدیم. اینجوری میکنی فیلتر بپره؟ نه تو پول نمیگیری، تو هم بخوای پول بگیری ما بهت نمیدیم. ما جز کساییم که پول نمیدیم. دقیقاً. تازه پولم میگیری. بابا تو خسیس هست. پولا رو هم میداره میره کیف میخره. خب پس نظرتو گفتی در مورد بنوش بختیاری؟ چرا پرسیدی اینو؟ آقا یه لحظه وایسین بیا کار دارم. ببخشید از یه فرمان به من میگن که چقدر پول داری. همونجوری که اتاق فرمان دارید شما ما هم داریم. یه لحظه بیا اینجا ببین. حامد پهلوان هم به زودی رلش مشخص میشه. گفتم بدونید فردا یه چیزی من میذارم تو استوری، همین الان از این فرصت استفاده کنید، فردا چیزی تو استوری کرکوپر همه یه جا بریزه. اون پولان که با سر دکتر مشخصه. حالا نه زریف خانم 3 اینم که با سارا و نیکا بوده مهراد جان. من گفتن نگید من نمیگم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. مخلصیم جمیعاً. رفتی خوشمشتا چیکار کردی؟ دیگه یه جلسه فوری پیش من ببینمه. اوکیه. نه راجع به کسی نبود. دای بعدا تموم میشد. اینجا قرمز اینقدر کجا قرمزه؟ به خدا بنده خدا کاریه. عجب آدمی هستی. آخه صحبت کرد. یه خدای صبر میکرد لایف تموم بشه. به خدا تموم میکرد من اگر شما چیز بودید. نه اتفاقا تموم نکن. کار داریم با اتالا. من گفتم به حال تحملی میکردید بالا 5 دقیقه بود به خدا جدوری نمیرفت. باش دونه ولی چیزی پاک شده. آقا امین دان الان تو یه کاری بگو ما بکنیم. خب منم یه کاری میگم تو هم جونت حقیقت؟ نه هر چی که بخوای دستت بذاری. ما بیارم الان میام. نه تکون نخوره اینجا. بذار من باتریم داره تموم میشه. تکون نخور. یعنی چی؟ ببین من وقتی لایف میذارم خب چی؟ نه نمیخواد بره شارژرشو بیاره. آقا تو یه کاری بگو من انجام میدم، منم یه کاری میگم تو انجام بده. لایفمون بشه 200K میگیم دوست دختر پویا مختاری کیه. اوه راست بذار من برم بزنم شارت صف. نه تو همینجا نگارم شلوار پوشید. مگه لخته؟ همیشه اینجوریه در سرویس. آقا بذار با چی برم بزنم این زیر. یا آقا شلوار پوشید. لایف بشه یه بالش میذاره پاش همینجوری دوربینو میذاره و یا علی لایف بشه 200,000 تا بهتون میگم که دوست دختره پویان مختاری کیه. نگاه به علکی شارجر به دست داداش
ببینم آقا، ببینم پایین رو ببینم. چی؟ صدا تو قطع و وصل میشه. اشکال نداره، یه جا دیگه میگیرم. پویا میگه رفت بیو فیک بریزه. کی؟ یکی نوشته رفت بیو فیک بریزه. آقا سلام، فیک فروشی یه 10 میلیون ویو میخواستم برای امشب ساعت 2:51 وقت ترکیه. بله مرسی یا علی، خداحافظ، قربان شما. بابا بی خیال سوسماس. الان 100 تا تو لایو هم. اگه 100 نفر شیر بکنن هر کدوم برای یه نفر، لایو میشه 200 تا. اول من فیلم لایو بکنیم 200 تا. بگم دوست دختر پویا مختاریه. پویا مختاری کیه؟ قرار قضیه تموم شه بره دیگه. همون فیلم و عکس این دوتا رو تموم پخش میکنم، قال قضیه رو میکنم. آره. آقا تو هر کاری میخوای بکن. کاری بکنم؟ هر کاری. آره. نمیتونم بکنم. زشت. دایاش. ولی میذارم. چه فرقی میکنه این دوست دختر پویان فرق داره با بقیه دوست دخترای پویان؟ جنجالیه. میگه اگه شد آقا، اگه 200 که شد خودم میگم. آقا میدونه 200 کاری میشه. آقا اگه بشه 120 کی میگم. یه دقیقه وایسی. نه یه دقیقه وایسی. میشه چیز خودم چیز کنم. ولی من میذارم استوری. چیو؟ یه چیزی از مهراد دارم میذارم. هر چی گذاشتی 10 برابر میذارم برات. ولی جرأت حقیقت بازی نکنیم لطفا. بازی نمیکنم. اشکال نداره، یه روز دیگه بازی میکنیم. باشه نه اشکال نداره. باشه. بیا بوس بده بیا. عموی نه آقا حقیقت بازی میکنی؟ آقا من یه دقیقه وایسا من اینو چیز کنم. چجوریه اینو الان میخوام مثلا بذارم بگم بیاین تو استوری بزن بیاین لایو دنیا. آها کجا میخوای بذاری؟ من همون زیر تک کنم. امشب شب افشاگریه. اسماس همین قیافت بد شد. 120 چیه؟ 200,000 تا گفتم. 120 که 120 بود. آقا تو که داره استوری میذاره، بذار حداقل بشه 300 کا. واقعا میشه 300 کا. بابا ریحان پارسا که قدیمی شد. بچه در آپدیت باشید. باشه من میذارم استوری. آقا من میذارم استوری. پویان استرس گرفت. آقا بذار من اول بذارم استوری بعد. خوبه؟ چیو بذاری استوری؟ آقا بیخیال میشی یا بیخیال شم؟ بابا چی داره از ما؟ هر چی که داره از من حق نداره. من دارم میگم بنده خدا چی کنم؟ اصلا مهراد نمیدونه، من میدونم. خب پس بشیم 200 کا میذاری دیگه. بذار منم ریپلای کنم. ولی حالا کاری نداریم ما پویان. مخی که زده این سری خیلی کار سختیه. مثلا مثل این میمونه من برم با مثلا تاسیمان کرد. نه مثلا من برم با پسر رئیسی دوست شم. مثلا رئیسی پسر نداره تا جایی که من میدونم، دختر داره. خودم تو کارشم اگر انشالله. مثلا رئیسی کیه؟ همین آخونده نمیم چی کار هست. مثلا آقا تو نمیدونی چی کار هست. مثلا یادم مذهبی بگیم مثلا دنیا با احمد خمینی. آقا آفرین تو همین. آقا نکنین این کارو. احمد رفیق منه، بشینین آقا. لایو ریخ به جای که بشه رفت پایین. جذابیت نداره. اوکیه میتونم بشه ولی رو 300 کا بیاد. خب من میگم خوبه رو 300 کا.
چی داری به گوشی شدی برای چی من نمیدونم. حالا این اسکرین شاتی مهرات گرفتی گذاشتی استوریت زشتر نمیشه؟ نه دیگه